سلام دوستان گرامی، روز و روزگارتان همیشه خوش باد. ما کوشش میکنیم در هر برنامه روزگار آدمانی را قصه کنیم که از این یا آن جهت فرق کننده و البته جالب دقت باشد. نقل و حیات زندگی آدمان عصر دیده، یعنی 100 ساله یا زیاده از آن، برای ما همیشه شوق‌آور است و می‌خواهیم با خود آنها از نزدیک صحبت داشته باشیم. یکی از چنین شخصان کهنسال سعادت کریمبک و ساکن محله چهارچراغ شهر خوجند است. بیبی سعادت سالزاد خود را به دوره‌های بی‌سر و سامانی ربط می‌دهد. به گفت او در آن سالها دوره بی‌حقوقی زنها به اوج اعلایش رسیده بود. خلاصه زندگی این زنی دراز عمر خیلی جالب است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. دادو بوی کلا بود دیگه، بوی کلا بی هر خشره بود، سوی دختر کباب تاب دیگه. دادو بوی دیده علی تاکشو بیرن که و مکتب خواست داشت بیاتونه. و دختر شکی و گیت سالی دو بیاتو دو بلوگشتی کارتاتی کشته. و وی بیگره. دادو نگاه کرده کارتادی. شما چی ببرودید؟ وای اکو سیزو براساس. بیگرم نگرم و درم کنم. باید وقتا زور بوده که دیست. و درم کنم. چیزی شده شما با درم کنید. باش باشه کنگی. همه کنی باشم که بکنم دگرم که بوی که باره 6 باشم گشتگی. دادم یکم چیلنده. با 15 شدم 15. دادم کلا کرگشت خیلی. دختر برات. سال 30. ما همه خانه شدیم. بی پول ایجار گوشه چیناندن و هموشون بخشنده. جنبور به ایجار چینانشتیم. بعد از یک سال شکرد دادای نام در. بیبی سعادت از جوانی با مهنت حلال نان یافتن را اساس زندگی می‌دانست و پیوسته فرزندان و پیوندانش را نصیحت می‌کند که بگذار عذاب کشند هم با مهنت حلال نان بیابند، به مهنت حلال رو آرند. دور بیدیختم، شپالای خیلی شوهر بیدیختم، کار نکرده بالا کشتیم، چاک بیدیختم، بیچاره بادر چایا بیدادیست که سالی هفته فریخته، فلش بودی استم، آمدنی که شهر که کشی بگی بردن که بعد که من کشی بگیرده. یه شادی بچه روزه سختی دیگه بچه. خدایا پروردگار به یاد خودش که شکر بکنم. من اگر آسان نگویم یک روز ادا نمیشه دو که بوده کشه گویم. هم لکه من عجبا خانه در کردم. تقدیرم به تن دادم. خودم اوی کردم که این برام من که میگیرد نکن. دخترشی من 37 ساله گیشت 38 ساله. این کنانش می تقدیرم به تن دادم بچه. بچه که نزد خدا بچه که صالح داد. پسران نزد کلنام نزد. من این یک کلی اختر کی. دخترام اضافه کلنام. زبانه خدا نزد کرده که من زبانه بس کنم یه خود نگاه میکنم بچم. پروردگار همش جانم کده برابر. نه چیز ما ایم کنم نه پول ما ایم کنم. خدای شکر من همه وقت جام انداختگی. دلم تنگ. انداختگی دو با 3 بار تو کرمیتی جای کامه. دوره دوی خودمون. بعد در سر از چند سال بایم نیست است. دوره دوی خودم. اکو باشم. ما سیریز گپ اداد ویستو فایدهش نیوه که پای اکو باشه جان. خیلی هم پسر کام کل نم نقدگاه کساس بنا. اجام خستم نمیماند. من دلم تنگ دی هر دو با 3 بار آمدگی ولی کل نم جاگام از دیگه کربیتیاد. من یک به 1000 اکل نم روزی. الهی خاک گرز زر شود. زدشه پیر شود الهی خدایا خطی. من این بچه که من چیزی یاد هر نخور بکنه. که لابم دخترام خیلی دخترام خود کاشان کده اواره
برادر من همه راضی باشم هیچ که راضی ناراضگی نیست است من با پروردگار باید توالو کنم که زبان ما نقص کند دیگه زبان نقص کند که نگریز از توبه بکنم خدایا شکر خدایا شکر شب و روز به این پسرم هم یک ساعت تو کم داشته نیستم همین ماما پیدو همسای جمع صبری پریو اما با خواهد دکتر خواهر گسته میستم همون میشون اکن چی گویم من افسرام دخترام که نام شکایتم نیست است این لوح خاک گر زر شود مسحرگری محله شود الهی الهی شما هم صاحب محله مسحرگر شوید الهی بچم پروردگار عزیز و اعلی کند صاحب مسحرت محله میکند سعادت کریم-бекова پیری به دولت است. امروز در سایه دولت 8 نفر فرزند، 36 نبیره، 106 ابیره و 25 چبیره دوران پیری میراند. آزاد کریم-беков پسری خورده اوست. اما که آزاد داشتن مادر 100 ساله را برای خود و فرزندان پدر دولت بی‌مثل میداند. فرزندی هفتمی همین مادرم میباشد. مادرم از خوردی هم همین من که آزاد زندگی میکنیم مادرم که زندگی میکنیم. من آرزو میکنم که همه همین سینگونه من باید به دولت باشد. دولتی من مادر. همین آدم ها آرزو میکنن که مادری من همین خیلی عمرش دراز عمده خبر میگیرن همشون. باوری هاشون نمیبید که صد ببرمدگی گفته. من خدا شکر من 100 ساله شد. حرکت میکنیم اسنش با 105 برونیم. ما 8 فرزند 3 پسر و 5 دختر. همه خانواده ایوره دار. میدونم که این مادرم از خوردی مایه بازار به همون سوزن مایه نگاه میکرد. چاق میدوخت، چپان میدوخت، بازار رو میفروخت. هم به مهنتی حلال کردی مایه کلان کرد نان حلال خورم. مایه هم از سینگاری مادرم همین کارو باری مادرم یاد گرفتگی حلال میاییم حلال میخوریم فرزندای تربیت میکنیم. من میخواهم که همه سینگاری من خوشبخت‌ترین باشد. بیبی سعادت از 100 سالگی گذشته باشد هم مستقلانه در صحن حولیش گشت و گذار می کند. روزهای آفتابی به کتی روی حولی برآمده می نشیند و دست سوی آفتاب برداشته دعا می کند. او در هر دعایش می گوید خداوند آسمان دیار ما همیشگی صاف و آفتابی باداد.